به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه یووان با عریضه زن 41 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 24 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 15:30 دو نفر شخصان نامعلوم نقاب پوش به منزل استقامتیش در آمده با استفاده از کارت او را تهدید کشته نموده دست و پایش را با رسمان بسته از جزدان ورزشی 50,000 سومانی را گرفته از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور خود مراجعت کننده با مصلحت پیشکی با دختر نابالغش ساختکاری نمودند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 46 ساله ساکن شهر اسفره 24 ایون سال 2023 در کوچه عینی شهر مذکور با مرد 37 ساله ساکن همین شهر جنگ و جنجال کرده با کارد خواجگی در دستش بوده یک مرتبه به قفس سینه‌اش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوی به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه خراسان عریضه زن 59 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 18 به 19 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از زمین‌های چراگاه جماعت دیهات فخرآباد یک سر چهارپای کلان چاقدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 34 ساله ساکن نویه رودکی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله دو در نویه سینا عریضه زن 32 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 26 ایون سال 2022 مرد 36 ساله ساکن نویه رودکی با روی فریب به باوریش در آمده از او автомاشین تمغه لکسوس را به مبلغ 100,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته 50,000 سومانیش را داده باقی مانده 50,000 سومانی را تا حال بر نگردانیده است. این چنین در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 28 ساله ساکن شهر اسفره 18 آگوست سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 52 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او به مولت $10,000 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.